کوهستان مشو از منطقه دوردست و کوهی ولایت سوق محسوب یافته. مساحت زمین فراخی کشاورزی و زمین زیر ساختمان بازگوی آن است که استفاده هر یک وجب زمین کارم معین کننده سطح اقتصادی بنیاد انشاءات مختلف کار و خدمت رسانی از رشد اینفراستراکچور ناحیه درک می‌دهد. از اینجاست که طبق هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عاید بر رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه کوهستان مشو چاره‌های مشخص اندیشیده شده. کارهای بنیادکاری در مرکز معماری ناحیه شهرک مهران به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. عین حال در شهرک مهران ساختمان بنای معماری یک قطار ساختارهای دولتی از آن جمله بنای نوی ناظرات مالیه، بخش مهنت و شغل اهالی، پروکراتور، خوابگاه برای خدمتیان دولتی و مرکز سلامتی ادامه دارد. بنای ناظرات مالیه و بخش مهنت و شغل اهالی با مبلغ گذاری ساختارهای بالایی آن به نقشه گرفته شده. عین حال کارهای ساختمانی در آشیانه دوم جریان دارد. البته بنیاد چنین انشاءاتها در شهرک مهران برابر تغییر دادن سیمای مرکز معماری ناحیه سطح کار و خدمترسانی دولتی را به مردم بهتر می‌گرداند. همزمان کارهای آبادی شهرک طریق چراغان کنی و کبودیزار کنی محل به راه مانده شده. من بعد با بنیاد انشاءاتهای جشنی سیمای مرکز معماری ناحیه کوهستان مشو به کلی تغییر خواهد یافت. طبق معلوماتی به ما رسیده در ناحیه به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 115 بند نقشه چهاربینی ها یعنی بنیاد انشاءات مختلف کار و خدمت رسانی تحریزی گردیده تا به امروز 59 بند آن اجرا کرده شده است. در این ردیف ساختمان 10 مرکز انکشافی کودک و 5 مؤسسه‌های تا مکتبی نیز در دهات ناحیه در نظر داشته شده. کارهای بنیادکاری و سازندگی در این منطقه دوردست و کوهستان ولایت سوخت باعث بالید خاطری مردم و افتخار از چنین سروری سازنده و آبادکار می باشد. ساکنان ناحیه کوهستان مشو که اساساً با کشاورزی شغل می‌ورزند از بنیاد چنین انشاءات که برابر آبادی مرکز ناحیه و بهداشت خدمت رسانی‌ها در دهات مساعدت می‌نماید سرفراز بوده. جانبداری پوره خود را از سیاست آبادکارانه و سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار می‌دارند. توسط استقلالیت و وحدت ملی تاجیکستان سال از سال آبادتر، وضع اقتصادی و اجتماعی اهالی بهتر و رشد نمایی کشور به نظر می‌رسد. منطقه دیگری که کارهای بنیادکاری به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد شهر و دهات کانی بادام است که ساختمان انشاءات‌های به نقشه جشن گرفته شده با سرعت جریان دارد. با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن این جشن بزرگ ملت در شهر کانی بادام نقشه چهاربین‌ها تهیه گردیده، ساختمان تعمیر و از نوسازی زیاد از 700 انشاءات‌ها به نقشه گرفته شده تا به امروز بیش از 535 عددش مورد استفاده قرار داده شده است. در انشاءات‌های باقی مانده به مانند بناهای استقامتی بلندآشانه و دیگر انشاءات‌های کار و خدمت رسانی کار با مرام ادامه دارد. باید تذکر داد که با جانبداری از اقدام‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در بنیاد انشاءات‌های مختلف کار و خدمت رسانی صاحبکاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه و ساکنان شهر و دهات کانی بادام اشتراک فعالانه دارند. چنانچه امروز بنیاد سه کودکستان در حدود جماعت‌های شهر ادامه دارد که با مورد استفاده قرار گرفتنش فرزندان ساکنان دهات کارمندان ساحه‌های مختلف به تربیت فرا گرفته می‌شوند که شمارهشان 600 نفر را تشکیل خواهد داد. طبق نقشه سال روان در شهر کانی بادام در مجموع 5 کودکستان نو بنیاد گردیده فراگیری کودکان به این مؤسسه‌ها بهتر خواهد شد. الحال در حدود شهر و دهات کانی بادام 22 عدد مؤسسه‌های تا مکتبی با فراگیری زیاد از 4000 نفر کودک فعالیت دارد.